بسا هستن قدری چشم بینا را نمیدانند، میانی کوچه هموار هم افتان و خزانند. گرچه من معیوب هستم قلبی من معیوب نیست، گرچه من معیوب هستم قلبی من معیوب نیست. عقل من، ایمان من، ادراک من معیوب نیست. قبلا سلام و درود خودم را به همه بینندگان کانال شما میرسونم. بنده ابراهیم اسماعیل زاده هستم، یک نفر هنرمند جوانی نابینا، ختم کرده کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام استاد طلبخوجا ستارов. من از خردسالی به همین درد نابینای مادرزادی گرفتار شدم و سرود و موسیقی را دوست می داشتم. پدرم قابلیت مرا درک نموده پس از ختم مکتب اینترنت نابینایان و سستبینان ناحیه حصار حجت‌هایم را به کالج صنعتی به نام استاد احمد باباقلوف سپرد که در آنجا همراه بیناها من یگانه نابینا نیز تحصیل کردم. پس از ختم کالج صنعتی به نام استاد احمد باباقلوف حجت‌هایم را به کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستارов سپردم که در آنجا من نیز یگانه نابینا در بین بیناها تحصیل کردم. من از خردسالی سرود و موسیقی را دوست می‌دارم و تا امروز صاحب چندین سرود و ترانه‌های جدید هستم و صاحب چندین جایزه ها و امروز خوشبختانه در بین هنرمندان یعنی سالم یعنی هنرنمایی میکنم و یک چند وقت پیش در تاجیکستان یگانه نابینا برنده جایزه تاجیکستان وطن عزیز من گشتم که جای نمایان گرفتم و امروز خوشحال هستم که گرچنده که از قوای باسیره محروم هستم لیک از زندگی دلمانده نیستم. در پی ایجاد و سرود و ترانه‌های نو به نو هستم. زندگی را دوست می‌دارم با همه بود و نبودش. ای خدا در دل هوس‌ها داشتم، دیدنی روی جهان را من تمنا داشتم. طعنی نابینا مزن، هی دم زی بینایی زدن، زانکی نابینا به کاری خشتن بینا بود. طعنی نابینا مزن، هی دم زی بینایی زدن، زانکی نابینا به کاری خشتن بینا بود. بسا هستن با چشمانی بینا رهگمان ای دوست، زیب باری فطرت باری دوشی مردمان ای دوست. بسا هستن قدری چشم بینا را نمیدانند، میانی کوچه هموار هم افتان و خزانند، میانی کوچه هموار هم افتان و خزانند. و من با انمی سرود شعر از استاد گرامی داشت گرامی قدر شادروان گلنظر کلدی بود که مرا در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان هم نیز انمی سرود مرا مشهور کرد و همدردی خودم رو بازم با خانواده استاد گلنظر کلدی میرسونم که بسیار حتی من میندار هستم که با انمی سرود من برنده جایزه تاجیکستان وطن عزیز من گشتم. من با او نفرانی که دائم در صنعت ما قدر میکردن، صنعت ما را دستگیری میکردن، شخصا به وزیر فرهنگ پیشین استاد شمس‌الدین اورونبکزاده ایثار سپاس میکنم. شخصا به حکومت ولایت سوق ایثار سپاس میکنم که پیش از زمین بیماری ها در چندین شهر و ناحیه ها برنامه‌های کنسرتی مرا
یعنی دستگیری میکرد میمون. و من امروز برای با برنامه شما با یک امید، با یک درخواست اومدم که از بیننده های شما اگر درخواست ما رو یگان ذره اگر به این نوبت گیرن، من انشالله که شاد هستم. من وقتی که صاحب جایزه گشتم، بعد صاحب جایزه گشتنم، پیش از همین بیماری مرا حکومت تاجیکستان یعنی مرا دستگیری نمود. در چندین شهر و ناحیه‌های تاجیکستان برنامه‌های کنسرتی مرا یعنی برگزار نمود. و امروز وقتی که و بیرون از تاجیکستان مرا دستگیری کردن، در حکومت ازبکستان مرا در شهرهای سمرقند، بخارا، فرغانه یعنی برنامه کنسرتی کلانی مرا مون. هدف از کنسرت با اون خاطر چی هست که من امروز با برنامه شما با یک درخواست اومدم که من نیت دارم که شخصا برای خودم کتاب‌های مثلا از سببی که کتاب‌هایی که مثلا ما نوبینا به خط برایل می‌خوندیم، همه کتاب‌ها روزیگه از سال‌های شوروی تا امروز روزیگه کمه کتابایی که در کار هستن برای ما، مثلا کتاب‌های حکایه و دیگر. و امروز من شخصا خودم برای خودم یعنی تصمیم گرفتم که یک مثلا راوی خوبی را پیدا نمودم که با اون کس نیز همکاری میکنم. میخوام که این کتاب‌های بینایی رو به طریق اودیویی یعنی ضبط کردم، موضوع با موضوع مثلا اودیو کنیگه همین کارا یعنی انجام داده ایستادم که الکی در این کار چندین برادرها یعنی چندین سرپرستی خیلی خوب یافتم که یعنی کم یعنی دستگیری دارم. امروز من یعنی پیشنهاد میکنم اگر امکانیت باشه، اگر شاید یگان سرپرستی پیدا شود که البته کتاب‌ها زیاد هستند، مثلا از روی صحیفه به صحیفه مثلا ژورنالیست مثال به خاطری که امکاناتمون محدود است، با اون خاطر برای ما کم طرف تخفیف کردگی مثلا برای هر یک صحیفه مثلا مبلغ میگیره. از البته کتاب‌ها صحیفه مثلا بسیار است، مثلا 300 صحیفه 400 صحیفه هر خیلی خلاص مثلا یک کتاب تا 3.5 مثال 1000 سومانی میشه. خیلی اینجا روزیگه ما چند کتاب در نقش شخصا خودم گرفتم، از سببی که مثلا وقتی که من دانشجو بودم در کنسرواتوری ملی خود در کالج سند میخوندم، همین کتاب ها به خط نابینایی نبود. حتی برای داخل شویدن برای نابینایی ما بسیار مانع ها شد و خدا نکرده ما اگر همین چیز خدا کند که اگر آینده خوبتر کنیم انشالله من حتی مبلغی که همین از این جایزه من به دست آوردم برای این کارم راستیگه صرف کردم. حتی با دانشگاه ملی هم یعنی همکاری داریم که کتاب‌های مثلا پسیکولوژی، متدیک و دیگر کتاب‌های درسی که آینده مثلا کدام هم برای خودم مثال در کار میشه، هم مثال یا برای هم تقدیرها که مثال اگر خدا خواه آینده مثلا دانشجو میشوند. مثلا ببینید وقتی که من در کالج صنعتی به نام استاد احمد باباقلوف تحصیل کردم، یگان نابینا نبود در آنجا. بعد از ما خدا اگر دروغ نشود قریب تا امروز قریب 20 نابینا ممکن شاید تمام کردگی در کنسرواتوری باشه نیز. بعد من الکی یک نابینای دیگر در اونجا تحصیل میکنم. با او خاطر چیزی که هست من خواهش میکنم اگر پرستار باشه، اگر در می اقدام ما اگر برای یک کتاب خود 2 کتاب اگر چی قدری که اگر سرپرستی کنن من میندارم. و دومین خواهش من همین است که آرزو دارم اگر این لحظه یگان نفر کارمندان شرکتی تلخ و اگر مرا گوش کرده ایستاده باشند، آرزوی یگانگی من همین است که یک بار با برادری عزیز با رهبر همین تلخ استاد شیرعلی کبیر میگم که یک بار در صحبت باشیم، اگر برای همه اقدام اگر ما انشالله که صحبت کنیم. با او خاطری که من وقتی که اگر با مثلا کارخانه شو میرم شاید بعضا نفرها نه اونقدر مردمی نابینا رو خوب میشناسن باشه، من مثلا برای ما میگم که نیستم. با اون خاطر اگر همین پیشنهادهای ما اگر برای همه مثلا شنونده بیننده های شما اگر قبول کرد، اگر ما یگان پرستاری و یا اگر دستگیری و انشالله که خوب میشه و برای همه شما مخلصان عزیزم برای همه شما گفتنیم که با همه دیده بدار تمنا دارم، با همه قلبی پراموار تمنا دارم، غم و دردی دل ما کوهی گران را ماند،
با شما شادی بسیار تمنا دارم، غم و دردی دل ما کوهی گران را ماند. با شما شادی بسیار تمنا دارم، با شما شادی بسیار تمنا دارم. در آخر به همه مردم تاجیکستانی عزیزم گفتنی هستم که خداوند وبا و آفت‌ها را دور کنه و بگذار تاجیکستانی صاحب استقلال همه وقت زیبا باشد و خداوند بازم پیشروی کاری همه ما را بازم کشاده گردانه. اگر یگان پرستاری، اگر یگان بیننده اگر مرا گوش کنه میخواد که با من صحبت کنه، رقم های دستی من 93 587 65 43 یا اینکه 918 62 61 55. کم بود از می جوان مردی در این دنیای پیر، هر کی دستی ما بگیرد ای خدا دستش بگیر. سربلند باشه.